سلام دوست عزیز، انشالله خوب باشی. من در این ویدیو میخوام تمام دوای خدا نشان بدم که چی مرا کمک کرد، چی مرا کمک نکرد، که مرا بخی بیگان تو بیاب کردن در کامنت ها که نشان بده چی خوردی چی نخوردی. به هر حال من یک عالمه دوای دارم دوست عزیز که خود سرانه خریده بودم، دکتر مرا داده بود و داروخانه مرا داده بود اینا، که هیچ کدامشون کمک نکرد. چیزایی رو براتون نشان میدم کمک کرد. اولتر از همه پومادا رو براتون نشان میدم. اگر از اینا در خانه دارین دون اندازین، اینا اصلا کمک نمیکنن شما را. همچنین پومادای اگر در خانه دارین و این چند قرص دیگه هم هست. بالاخره چیزی که مرا کمک کرد اینی پوماد بود. من نزدیک میگیرم. این کمک نمیکنه که مریضی گم شوه. این به خاطر ازی است که کوشش میکنه کسی دیگه واگیر ازی مریضی نشن، چون که دو نوع داره مریضی. یکیش مرطوب هست، تر است، یکیش خشک است که از مرد عکس مشاهده میکنین خشک است. باعث از این میشد که پوستک شوه و باد شوه، یعنی در هوا و واگیر کننده بود، یعنی کسی دیگه هم میتونست واگیر شوه. به خاطر ازی باعث از این میشد که همو منطقه‌ای که مریضی داشتم همو را مرطوب نگه داره، پوستک زیاد نشه، به خاطر که کسی دیگه زیاد درگیرش نشه زود. و یک قرصی که زندگی من نجات داد اینی قرص بود دوستان. من دوربین حالا باز عقبش هم میگیرم که ببینید شما. اینی قرص بود، دو تخت عزیز استفاده کردم و وقتی که دکتر ما چندین دفعه رفتم از امیوت پومادای مختلف میبینیم برام دادن. وقتی که درمانی بیرونی کار نداد، دکتر مجبور میشه درمان درونی رو شروع کنه، یعنی با قرص شروع کنه، چرا که اگر مشکل پیش رفته شه ارگانهای داخل بدنتان هم از همین باکتری میگیرن. خلاصه و من از اینی قرص خوردم، خدا شکر بهتر شدم. اما دفعه دومم بازم از این مشکل سرم آمد، بازم از این قرص خوردم بهتر شدم. اما یک مرضی هست، مرضی قارچی، در هر از مناطق بدن ممکن هست ایجاد شود. اگر مناطق مثلا جاهایی هست که نشان دادن نمیتونین، هرگز همچین پومادهای خودسرانه استفاده نکنین. وقت باید دکتر برین، فرق میکنه داروهایش. اگر صورتتان، دستتان، پایتان چیزا هسته از پوماد میتونین استفاده کنین. و قرص هم باید نقصه برتان بده، رسپت فلش است، خودتان از دواخانه نخریده نمیتونین. و اگر زیر سن هستین که اصلا از خوردن نمیتونین، دکتر باید یک چیز دیگه تجویز کنه. به هر حال ما افغان ها برش یک مرضی دیگه میگیم، نامش فعلا یادم نیست. ما برش میگیم دیرد، فکر کنم دیرد گفته میشه، دیرد تر، دیرد خشک، همچین چیزایی. خب خلاصه